صدای تیر در گرمای تابستان نظم و ثبات دهه شمال و غربی پنیک ارمنستان را خللدار کرد. این کاروان سربازان روس است که از میان دهه عبور می‌کند. ساکنان دهشت زده نمی‌فهمند که چی اتفاق افتاده است. بالاخره معلوم می‌شود که این نظامیان پایگاه 102 نیروهای مسلح روسیه میباشند که غیر منتظره تمرین حربی برپا نمودند. قرارگاه اساسی پایگاه روسیه در شهر گیومری در 20 کیلومتری دهه پنیک جایگیر است. بگویید چرا تیر خالی کرده؟ ما به طرف کسی تیر خالی نکردیم. تیرهای ما فقط صدا دارند. این منطقه اهالی نشین است. شما ساکنان دهه را به دهشت آورده. ساکنان دهه تا آمدن نهادهای ارمنی قدرتی به حرکت آنها مانع شدند. اگر یگان ارمنی در دهه روسیه این کار را میکرد و آن دهه حتی یک خانه می داشت، از این عمل فاجعه می ساختند. جمهوری سابق شوروی ارمنستان در سال 1991 صاحب استقلال شده است. بر اساس سازش در این کشور پایگاه نظامی روسیه جایگیر است. قبل از برگزاری هر گونه تمرین، نظامیان روس باید ارمنی ها را آگاه کنند. بخش ارمنی رادیوی آزادی از معاون فرمانده پایگاه روسیه شرح این حادثه را پرسان شد. من حاضر نیستم به این سوال پاسخ دهم. چرا شما دوباره سوال میکنید؟ تفتیش جریان دارد. من شخصا از رئیس معذرت خواستم و نتیجه تفتیش را به شما آشکار خواهم کرد. رئیس ولایت شیرک میگوید افسران روس به او وعده دادند که چنین حادثه دیگر تکرار نمی شود و مسئولان به جوابگری کشیده خواهند شد. او همچنان علاوه کرد که تفتیشات مطابقت و یا مخالفت این عمل سربازان به سازش نظامی میان دو کشور را معین می کند.